امروز از اون روزاییه که یه حال عجیب و غریبی دارم. نمیدونم، حوصله هیچیو ندارم، هیچی حال نمیده. بذارید یه داستانی رو براتون بگم. نمیدونم، شاید شنیده باشید. یه روزی یه نفری میره پیش حکیم، میگه حکیم من دیگه هر کاری میکنم خندم نمیگیره. حکیم میگه بهش که برو پیش پادشاه، یه دونه دلقکی هست تو رو حتما میخندونتت. من به اون حکیم میگه که آخه اون دلقک خودمم. میدونین همیشه دلیل حال خوبی دیگران بودیم، ولی هیچ وقت به خودمون نگاه نکردیم ببینیم با خودمون چندیم، کجای روزگاریم. من فکر میکنم بعضی موقع لازمه که گهگدایی یه وقتی برای خودمون بذاریم، حال دل خودمون رو خوب کنیم. آره، خلاصه دیگه اینجوری دیگه زندگی زیاد الان بهم خوش نمیگذره، نمیدونم چرا.